درود بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. شلوی گل خوجه هستم همراهتان. امروز 27 دکبر اطراف این موضوعها صحبت خواهیم کرد. جبر دیده بود و گمانبر شد. مقامات روسیه مهاجر توجیکی را که در آتش سوزی ماه نوامبر در ایرکوتسک نصف بدنش سوخت بازداشت کردند. چندی از ضرر دیدگان سیل بهاری کولاب از نگرفتن کمک‌های وعدگی شکایت دارند و سال نو را در خیمه جشن میگیرند. و از این است بچه با وای در زواد کپیدم برآوردنم تنم لیج بدشم. خدا ببخشم خدای تعالی. و مسئولان رای آهن تاجیکستان میگویند تا هنوز منتظر اجازت کشورهای همسایه هستند مهاجران تاجیک باشد در این پایست ها. با پایست خوبتر او با میرم چرا نمیرم؟ نمیشه. مقامات ایرکوتسک روسیه مهاجر توجیکی را که در آتش سوزی ماه نوامبر در دهه زلاری این ولایت 50% بدنش سوخته بود بازداشت کردند. او را قصد کشتار عیبدار دانستند. شب 12 نوامبر واگن زیستی محمد طاهر اشوروف مهاجر 25 ساله توجیک و 6 تن از همراهانش از جانب ساکنان محلی آتش زده شد. 2 تن از مهاجران آن شب هلاک شدند. مقامات 3 تن از همراهان دیگر اشوروف را به گمان قصد کشتار و باشی بازداشت نمودند. مقامات توجیک بر این باورند که 4 مهاجر بازداشت شده گناه ندارند. سفارت تاجیکستان برای حمایت از این بازداشت شده ها ادوکات کرا کرده است. با گذشت تقریبا 2 سال از قطع حرکت قطار و یا پویزد میان تاجیکستان و روسیه، مقامات توجیک همچنان در انتظار اجازت کشورهای همسایه برای از سر گرفتن روا میباشند. هرچند از بهار امسال پرواز هواپیماها بین 2 کشور برقرار شدند، اما مهاجران میگویند گرانی بلیط پرواز آنها را در آرزوی سفر توسط قطار مانده است. اسکندر فیروز و برادیو صوفی گزارش میدهند. ایستگاه راه آهن دوشنبه. با گذشت نزدیک 2 سال قطارهای مسافربری خطسیرهای بیرونی در این ایستگاه به حرکتند. در دالان و داخل بنای ایستگاه تقریبا کسی به مشاهده نمی رسد. مثل که هیچگاه این مکان پرآدم و سرتشویش نبود. این ضربه همگیر کووید 19 به بخش مسافرکشانی از طریق قطار است. ولی مسافران امید دارند که روز باز خطسیرهای قطارها به خارج کشور خصوصا روسیه دوباره باز می شود و آنها با قیمت‌های دسترس به مهاجرت کاری می روند. با پایست خوبتر او با میرم چرا نمیرم؟ سمادویت کم تا قیمت‌تر کی است که نمیشه. مقامات کارخانه راه آهن تاجیکستان بدون صحبت نزد نوارگیر گفتند هنوز هیچ خبری از باز شدن راه قطارهای مسافربری تاجیکستان به سوی روسیه نیست. قطارهای مسافربر تنها در خطسیرهای داخلی، آن هم به سمت کولاب و ترسونزاده فعال است. با علت بسته بودن مرزها برای قطارهای مسافربر، حتی قطارها از دوشنبه به کانیبادام هم فعال نیست. برخی مسافران می‌خواهند به کشورهای همسایه نظیر قزاقستان و ازبکستان با قطار سفر کنند. میشود با که پاییز ارزانتر نسبت به سمایل. راه آهن یکی از واسطه‌های اصلی سفر مخصوصاً مهاجران کاری به روسیه و دیگر کشورهاست. اما آخرین قطاری که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همان سال روسیه با دلیل خروج همگیر کووید 19 حرکت قطارهای مسافربر با تاجیکستان را موقتا قطع کرد که تا حال این امر بیکار نشده است. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. بعد 2 نفر دادن یک قطعه زمین صدها توجیر در نویای باباجان غفوروف را ناراضی کرده و به کارشان مشکل ایجاد نموده است. بحث بر سر 952 متر مربع قطعه زمین می رود که در سالهای گوناگون در اختیار یک باره 2 صاحبکار گذاشته شده است. فرزان محمدی تلاش کرد با همه جانب صحبت نماید. بحث دادگاهی 2 صاحبکار بر سر قطعه زمین حدود 300 نفر تاجران را نگران کرده است.
اکثر این تاجران در گذرگاه زیرزمینی شاهراه خوجندغفورov مغازه و دکانها دارند و بیش از 1 سال باز با مشکلی ها روبرو می شوند. من اینجا 5 سال باز کار میکنم و تا ساختمان بینای مرکزی تجارتی سوغدیان یگان مشکلی نداشتیم. وقتی آنها کارهای ساختمانی را شروع کردند، بام مغازه ما چکیدن را آغاز کرد. بینید تا حال ویرانی تعمیر بالای مغازه دیده می شود و برای دوباره تعمیر کردن امکان نمی یابیم. این گذرگاه زیرزمینی که راسته و دکانهای زیاد دارد سال 2015 کشاده شده است. حکومت ناحیه باباجان غفورov نیز اول این قطعه زمین را به مالک گذرگاه دلیر کریموف طبق قرار مخصوص جدا می کند. ولی بعد 5 سال یک قسمت این زمین را حکومت دوباره به نفر دیگر می دهد و صاحبکار به دادگاه ناحیه شکایت برده قرار حکومت را بیکار می سازد. جانب دیگری بحث به دادگاه ولایتی دعوا می برد. پول مهاجرتی فرزندم که ساختم. اگر سودها با عادلانه با عاقلانه کار میکردم همین 15 سالی فرزندم مهنت فرزندم برباد نمیدادم. رهبر بازار سوغدیان میگوید بحث بر سر 952 متر کوادرات قطعه زمین می رود که با پیشنهاد و قرار حکومت آن را صاحب گشتند. سال 2020 در نزدیکی برآمدگاه گذرگاه مالکان بازار سوغدیان بینای نوی مرکزی تجارت بنیاد کردند و یک قسمت بالای گذرگاه را دوباره بازسازی نمودند. در همین حال مالک گذرگاه زیرزمینی به آن ناراضی است که آبادکاری یک قسمت بالای گذرگاه باعث زیان زیاد دیدن آنها شده است. با آن دعوا دارند که در نتیجه این بازسازی تجهیزات برقرسان، بالاپوش 2 برآمدگاه و بتون‌های محافظتی ویران شده، هنگام باریدن برف و باران به داخل دکان‌هایشان نیز آب جاری می شود. بالاپوشش کندن، جاش آورده نمیشناند که صاحبکارا خنک در اندازه و در وقتی فرآمدن برف و باران غیجیده می افتد. این دعوا را جانب دیگر اعتراف نمی کند. تاجران گذرگاه زیرزمینی میگویند این روند باعث به افسردگی آنها شده است و فعالیت من بعدشان را زیر سوال برده است. رادیوی آزادی نیز طبق یک درخواست از رئیس دادگاه ولایت تقاضای روشنی انداختن به این مسئله کرده بود، ولی بختیار عاقلزاده رئیس این نهاد در جواب نوشته است که برای جواب دادن موظف نیستند. مرافعه دادگاهی ادامه دارد. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورov. میرویم به جنوب تاجیکستان. دهها خانواده در شهر کولوب سالی را که میگذرد سال دشوار مینامند. آنها که بر اثر سیل 7 ماه پیش به خانه ماندند میگویند تا هنوز زیر خیمه به سر میبرند و از کمک‌های وعدگی هم برخوردار نشدند. محمود جان رحمتزاده با روزگار این عائله ها از نزدیک آشنا شد. گلنگار خانم قلوای 70 ساله سال نو را در خیمه جشن میگیرد چون جایی برای زندگی ندارد. سیل روز 11 می خانه‌اش را ویران کرد و نیم سال باز خیمه نشین است. از این رو مامای گلنگار میگوید تا آخر عمر سال 2021 را فراموش نخواهد کرد. در همین پلاتکا کجا میرم دیگه اینجا رفتن نمیتونم دیگه. این پلاتکا هم کجا میرم اودی که میگم جانت بچم اینجا دکسی کرپا چکر اینجا میپرتم اینجا پلتا دارم اونا پلتا ندیدیم پلتا میگن اینجا میارم میمونم نمی تاک نمیدمش در نمیجا قید میکنم کجا میرم دیگه بچم. سیل خودی مامای گلنگار را هم برد ولی نجات بخشان و همسایگان نجاتش داده اند. چند ماه را در بیمارستان سپری کرده است. میگوید که خانه‌اش در روی خط خانه‌های ویران شده داخل بود که مقامات باید برای بازسازیشان کمک میکردند، اما تا حال کسی با کمک آنها نآمده است. از بس که مراجعت‌هایش به جواب مانده اند هر روز غصه میخورد. و از این است بچم با وایدرنی زود کپیدم برآوردنم تنم لیج بچم خدا ببخشم خدای تعالی. مثل مامای گلنگار 10 ها ضرر دیده در سیل بهاری از نگرفتن کمک‌های وعدگی شکایت دارند. آثار سیل تا حال از خانه مریم بی دلاور و ساکنی محله صادق شهر کولوب گم نشده است. میگوید که سال 2021 برای آنها همچون سالی ضرر در یاد میماند. همین 2021 رو ما از همه سال قیمترین در حیاتمان میشماریم. برای آن که مثال ما یکم عذاب کشیدیم. 8 ماه ما در عذابیم. 8 ماه ما در بوله هم خیلی خاک خنک زندگی کردیم.
خانه مریم بی دلاورова را بعد شکایت‌های زیاد در فهرست آنهای شامل کرده‌اند در سیل 50% خسارات دیده‌اند. اندکی کمک گرفته است ولی هیچ کاری با این کمک‌ها کردن نتوانسته‌اند. او دیگران میپرسند کمک‌های زیاد کجا شد؟ مقامات میگویند به ضرردیده‌ها تقسیم کرده‌اند. ضرردیدگان میگویند که اگر کمک میگرفتند زیر خیمه و در خانه‌های ویران زندگی نمی‌کردند. فلاکت طبیعی در ماه می در کلوب 41 خانه را ویران کرد و به 800 خانواده ضرر رساند. زیانی که عاقبتش را در سال 2022 هم احساس خواهند کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب. پیره‌های کوههای هیمالای تقریباً 25% اهالی جهان را با آب تامین می‌کنند ولی عقب نشینی و آبشوی آنها به حد ترسناک تیز شده است. از این سبب نگرانی‌ها جای دارد که در صورت گرمتر شدن هوا و ادامه این وضع مردم زیادی از منبع اساسی زندگی یعنی آب محروم می‌شوند. گزارش صدای آمریکا را در این باره مومن احمدی تقدیم می‌کند. تحقیقات ماهواره‌ای نشان داده است که از سال 1980 تا کنون 5 پیریخ هیمالای تقریباً از بین رفتند. گرمایش کره زمین به گفته پژوهشگران عین تأثیر را به صدها پیریخ در منطقه داشته است. هر سال وقتی می روید و یک پیریخ را می بینید به حد میانه تقریباً 1 متر باریکتر می شود. همین وضع آبشوی پیریخ ها در منطقه جمو و کشمیر را نشان می دهد. در کوههای هیمالای از جمله در هر دو منطقه ولایت کشمیر تحت نظارت هند و پاکستان 14,000 پیریخ خرد و بزرگ ثبت شده است. بزرگترین پیریخ ها در شمال و شرق هند و افغانستان هستند. پیریخ ها آنچنان تیز آب می شوند که ما نمیتوانیم تخمین کنیم تا کی دوام می آورند. ما حتی تخمین کرده نمیتوانیم که از 5 تا 20 سال آینده چقدر آب به پایان جاری می شود. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کند ما میتوانیم شاهد اختلافات و درگیری بین پاکستان و هند برای آب شویم. کم شدن پیریخ ها از حالا به ساحه کشاورزی اثری بد گذاشته است. کشاورزان کشمیری تحت کنترل هند از کشتی شالی دست کشیده به پرورش سیب گذاشتند. مشکل آبیاری زمین داریم. زراعت‌هایمان درست نمی‌سبزند. آلودگی زیاد شده است. در کوه‌ها برف بود ولی به تدریج آب شده می‌روند. حاصل شالیمان 50% تلف یافت. کشاورزی یک منبع درآمد اصلی مردم زیاد در هند و پاکستان است و دو طرف دیر باز در مسئله تقسیم آب اختلافات نظر دارند. بخار و نابود شدن پیریخ‌ها این اختلافات را زیادتر خواهد کرد. اگر دو کشور مناقشه را بحث نکنند نه تنها بحث و دعوا زیاد می شود بلکه از نظر تامین آب مشکل پیدا می کنند. با فکر من ما به نقطه رسیدیم که دو کشور باید نه تنها مناقشه در زمینه مسائل حقوقی و اخلاقی بلکه مناقشه در زمینه زیست محیط را بحث کنند. آسیای جنوبی یکی از مناطق بسیار آسیب پذیر در برابر تغییر اقلیم است. اگر برای پیشگیری از این گرمایش کاری کرده نشود، به تخمین پژوهشگران کمی آب، خشکسالی و بالا رفتن سطح بحرها 60 میلیون نفر را در آسیای جنوبی به خانمان می‌کند. و شرکت افغانی برشنا اطلاع داد که میان این شرکت و برق توجیه قرارداد برق وارداتی برای سال 2022 امضا شده است. با اطلاع سایت رسمی برشنا این سودشنامه را میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق توجیه و حافظ محمد امین رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا امضا کردند. منبع میگوید این قرارداد در جریان مذاکرات دو روزه از سوی دو طرف امضا شده است. ضمن آن قراردادی که از ماه ایول سال روان تا دکبر بنابر تحولات سیاسی به تاخیر افتاده بود نیز امضا گردیده است. شرکت برق توجیک خبری مذکور را توضیح نداد. بینندگان عزیز در همین ثانیه ها برنامه اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزارش های دیگر را چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. فردا من شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.